نکته مهم و ارزشمند در رابطه با مسواک زدن بهتون یاد بدم که برید کیف کنید، لذتشو ببرید. اگر گربه یا سگتون دندونش زرد یا جرم داره، حتما باید با مسواک‌های براشینگ و براشدار و فرچه‌دار مسواک کنید. اگر مسواک زدن رو فقط دامپزشکش برای التهابات لثه‌اش گذاشته، نه خود الزاماً جرم و تارتار و پلاک مینای دندان، بهترین کار با انگشت خودتونه. بیا جلو بهت توضیح بدم. این فرشته من که دوست قدیمیم هست، اینقدر خوشگله، دندونا چقدر سفید برفه، جوونه، چون دندونا تازه در اومده. ما مسواک میذاریم برای این رد لاینا، برای اینا، برای این التهابات لثه، جینجیوایتیسا، اینا رو مسواک اینجوری براشون بزنید با انگشت خودت. میری داخل. چرا؟ هم اون التهاب لثه رو تشدید نمی‌کنی با فرچه مسواک، هم راحت میتونی اونجایی رو که داری میبینی قرمزتره رو بیشتر روش تمرکز کنی. نکته مهم و کار خیلی ها سوال میکنم با انگشت بزنم یا با مسواک. اگر برای دندون خواستی بزنی با مسواک، اگر برای لثه خواستی بزنی با انگشت. خدافیزی کن. یه لبخندی میزنی تمامش. فرشته رو برای بار اول اومده ویزیتش کردم، دیدمش کامل، نکات کامل و خدمتشون هست کردم، با اینکه خیلی سالم و دسته گله، هیچ مشکلی هم نداره. با این حال کامل محوطه دهانی شک شد، حلق و حنجره‌اش شک شد، گوشا، چشما، در واقع بادی کاندیشنش، ستون فقراتش، مفاصلش، گوارشش، کلیه‌هاش، مثانه‌اش، دمای بدنش، قلب و ریه و در واقع حلق و حنجره‌اش همه چی چک شد و بعدم آزمایش خون گرفتیم، واکسن سالیانه‌اش هم براش زدیم. یه نکته بامزه سرپرستش خدمت ما عرض کردن که ازشون خواستیم که تو ویدیو بگم، برای شما هم شاید جالب باشه. من قبلا که میبردمش جای دیگه، ایشون اصلا میبردیم اینو ویزیت، اصلا هیچی نمیگفت دکترش به ما که مثلا الان باید چی کار کنی، چی احتیاج داره، هیچی، فقط یه چک خیلی ساده، شاید کمتر از 5 دقیقه. اصلا 5 دقیقه میگه میشه چکش میگه باید چیکار کنی؟ چک ساده. خب بعد سوال میکردی چی میشد؟ چی احتیاج داره، چی براش بهتره، خب بعد سوال میکردی، میگفتی غذاش سوال میکردیم، یه لبخندی میزنه تمامش. چی به چی. مرسی. فاکستیل معروف که ازش صحبت میکنیم، گیاه دومروباهی، ببین چقدر گیاه عجیب و اذیت کنیه ایناها، قشنگ ایناها. فاکستیل، خود فاکستیل خیلی شانس آورده این بچه، تو پوستش نرفته، بین موهاش گیر کرده، به شدت سمیه، توکسیسیتی بالایی داره، هر جا وارد محوطه صورت یا دست و پا که میشه التهاب و خارش و سوزش شدید ایجاد میکنه. مرسی. تا میتونید این ویدیو رو انتشار بدید، خیلی مهمه و به شدت میتونه حافظ و نجات دهنده جون این فرشته باشه. بعضی از گربه ها یه اخلاق خیلی خاصی دارن که مو میخورن، گازگازی میکنن، نمیخورن، موی سرپرستشون رو گازگازی میکنن، آرامش بهشون میده این کار، یا موی ریش صورت سرپرستشون رو گازگازی میکنن. نکته ای که خیلی مهم و ضروری و پر اهمیته اینه که تو این سگ ها مراقب مواد شیمیایی که به موهامون و موی صورت و سر و ریش و موهامون میزنیم باشیم. متاسفانه مسمومیت با مواد شیمیایی توی گربه ها که کلیه های حساسی دارن گاهی جبران ناپذیره و معمولا هم جبران ناپذیره. اینو از من به یادگار داشته باشید، مراقب باشید. این فرشته از ایناست که شب تا صبح میره منتظر سرپرستاش استراحت کنن، بره موهاشون رو گازگازی کنه. خیلی مهمه که ماده شیمیایی به سر و صورت و موهاشون و ریشاشون نزده باشن. تا میتونید این ویدیو رو انتشار بدید، خیلی مهمه و به شدت میتونه حافظ و نجات دهنده جون این فرشته باشه. یه از جلو نشونش بده فرشته رو، چه بامزه نشسته، چه آرامشی داره، آرامش داره، کلن آرامش داره، کلن تو خونه هم میگن آقا ترینه. سر گل، چشاش هم دیدن چقدر قشنگه، رنگ کولشه. این وضعیت گوگلی بودن این فرشته بود. به حال این پد باید بشینیم همگی گریه کنیم، باید همه حیوان دوستا برای این پد بزرگ داشت بگیرن. اینا ناکن اصلا اینجا تو برف شادی انگار زدی. من چجوری شدم پد.
به خودش نشون بده پیر شده، موهاش سفید شد. سر چی؟ سر ناخون. گفت هر کاری میکنی بکن، ناخون ما رو دست نزن. گاباپنتین مگه نخورده بودی؟ چرا با اون پد اون کارو کردی؟ چرا با این پد این کارو رو کردی؟ این پد میگه چه هیزون تری به تو. آره دیدی چه گوگلی استیکر و ایموجیاش.